رئیست تفتیشات ولایت کلوگ روسیه روز 2 اکتبر سال 2023 از انجام تفتیش پرونده جنایتی 3 شهروند تاجیکستان و 1 شهروند تاجیکتبار روسیه خبر داد. این حلقه چهارگانه جنایتی بر اساس قسم 2 ماده 126 کودکس جنایتی روسیه به آدمربایی با مقصد طمع‌جویی با تهدید زوراوری به حیات و سلامتی جبر دیده خطرناک با استفاده از سلاح عیبدار می شوند. جبر دیده این پرونده نیز 1 نفری که این 4 تیر را بوده از وی پول کندنی شده نیز از تاجیکستان بوده است. خود دستگیر شدگان و یا نزدیکان و ادوکات‌های آنها و همین طور جبر دیده برای شرح مستقیم ماجرا دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه تفتیشات این 4 نفر در شهر کلوگا 1 شناسشان را که او هم شهروند تاجیکستان است مجبوراً به ماشین بار کرده با خود بردند و با تهدید کرد و 1 پیستولت از وی پول طلب کردند. بعد این آدمربایان جبر دیده را به شهر اوبنینسکی ولایت کلوگا که از شهر کلوگا 85 کیلومتر شمالتر جایگیر شده است بردند و در آنجا ماشینش را گرفته خودش را جواب دادند. جبر دیده بعد رها خوردنش از دست ریکتیرها راست به پلیس رفته عرض کرده است و کارمندان پلیس آدمربایان را دستگیر کرده به اعمال جنایی این 4 گانه نقطه گذاشتند. تفصیلات دیگری پرونده نشر نشده است. روشن نیست که سبب تاجیک خودش را بودن و از وی پول طلب کردن این 4 نفر چیست و آنها از جبر دیده چند سوم طلب کردند. رئیست تفتیشات ولایت کلوگا میگوید برای اثبات گناه این 4 عیبدار شونده دلیل‌های کافی جمع آورده است و از این رو پرونده را در پی تصدیق فکر عیبدار کنی برای بررسی به دادگاه سپرده است. به این 4 نفر دستگیر شده برای آدمربایی با مقصد طمع‌جویی با تهدید زوراوری به حیات و سلامتی جبر دیده خطرناک با استفاده از سلاح همچون جزا از 5 تا 12 سال زندان تهدید می‌کند.